مرحمت. همسایه نزدیکی دیگر میگیرن. حیوانی با یک زبان دیگر همسایه نزدیکی دیگر ما پنج شده ای سال است. آینده خواهیم نخواهیم با او دم میرهیم. میخوریم. درست بفهمینید سخنه اومده استیم. این صحبت پسونتر ما میگذاریم و فقط همین سخن رحمانوف گذاشتیم که ببینین بحث سری چی است یا زبان دیگر را بخونین که آینده خطر نزدیک است. پرچه زمین رفته است. احتیاط باشین هموطنان. من این بار گفتم هر دو روز نشوه که با بگین شما چه خدمت کردین برای ملت. آیا یک درخت شنوندین؟ ما براتون گفته هستم که هموطنان متوجه باشین که بحث سری پرچه های زمین وطن رفته است. او وقت مرا نگین که تو درخت بشنون، برای که من کلخواسچی نیستم که درخت بشنون. نقطه بسیار مهم و دردناکی ما بارها از این نقطه حرف میزدیم و باز هم حرف میزنیم و در آینده هم حرف خواهیم زد. آینده از او دفاع خواهیم کرد. خاک وطن است. خاک وطن. برای هر یک قوم، هر یک ملت، هر یک شخصی که در یک خاک زندگی میکنه برای اوش خاک مقدس است. حتی پیامبر خدا، پیامبر به زمانی که هجرت میکنه بعد از آن مشکلات های بالای سرش میبیه و ظلمی که از جانب خب یک گروه بالاش رو میبینن، وقتی سفر میکنه به کوههای بلند میروه، زادگاهش نظر میکنه و آب چشم میکنه و سوگند میخوره که قسم به خدا ای خاک ای وطن، اگر که ظلم بالای من روانه میدیدن، اگر که فرمان پروردگار برای من نمیشد، من هیچگاه ترک نمیکردم و مطمئن باش که من باز به خاکت بر میگردم. مطمئن باش. یعنی این چیز یک میراثی است از پیامبر ما که وطنش دوست می‌داشت. و طبیعی است که هر دعوای ما، هر حرفی ما، هر دردی که ما گپ میزنیم، این هم باشد ربط داره به خاک، به وطن. چون ما هم عضو او ملت هستیم. هر کسی که ما را از اونجا جدا میکنه و گویا که ما بدخواه هستیم، او یک احمق بیش نیست، یک روسیایی بیش نیست. ما هم دلمون برای او خاک میسوزه، ناموس ما نمیبرداره. وقتی که میبینیم پای اجنبی روز تا روز زیادتر بالای خاک وطن شده. وقتی که میبینیم که فرزند او وطن، مادر او وطن در اونجا، صدای ما خوب است، مادر او وطن در داخل او خاک تجاوز میشود، هیچ که به دادش نمیرسه. این درد است. اخیرا اخباری که در رادیوی آزادی چاپ شد از دوستی و همکاری تا دعوای فروبری تاجیکستان، نگاه به مطلب رسانه های چین. یک مقاله بسیار درناک هم بگیم در رادیوی آزادی ذکر شد. مسئولین خواهش میکنم ما را پیوست کنید با این مقاله. اینجا که میبینین خب سرخط خونین از دوستی و همکاری تا دعوای فروبری تاجیکستان، نگاه به مطالب رسانه های چینی. پایگاه خبری گول بیانگری تاریخ که با خط چینی همجا نویسته شده است. این رسانه خب میروه قصه میکنه از تاریخ تاجیکستان و گویا که یک زمان تاجیکستان در حیات جمهوری مردمی چین بود. وقتی یا گو تاریخ ورق میزنن، تاجیکستان در داخل چین بود. قبلا کشور همسایه یک پاره ای را میخواست که داخل خود بکنه که خب همین پاره زمین بحثی است، مال ما است. گروه میگفت نه خیر است. سابق وزیر کارهای خارجی خب مرا در اکرام روزه سابق وزیر کارهای خارجی ذکر میکنه که امرخان ظریفی اگر خطا نکنم سبب پارچه زمین با کشور همسایه دادن این پیروزی دیپلماتی بود. دیپلمات بر پدر او دیپلمات نالت که اگر پیروزی دیپلماتی فروختن پارچه زمین باشد، افسوس منبر نیست که از این سخت‌تر حرف زد. مردم شما یک بار تصور کنید
پیروزی دیپلماتی بود است. یک وجبی تصور کن فردا همسایت میبیو میگه که همین آشخونه تا از ما است، قدید زوری میکنه، بالاخره زورش قدرتش توانو دو سه فرزندی خوب داره، با کلا داره، دیپلمات‌های حرفه‌ای، فرزندای با سواد داره، زورش میرسه، در مقامات‌ها برادر داره، نمیدونم چندین خشتبار دیگه داره، زورش میرسه میزنه پرچه زمین شم میگیره، میره شب در همراهی کی همسرش میگه که هیچ غم نداره، اما اگر که همش هم میگرفت ما چیکار میکردیم، خیلی قرقش گرفت هیچ غم نداره. همین حکومت رحمان فهم میاد، رحمان پدری خونه اینا او دیپلماتاش او اویلشه، او میبره برای مردم میگه که خیلی هیچ غم نداره، ما پیروزی دیپلماتی کردیم. کدام دیپلمات، کدام پیروزی؟ دعوای ما چند مدت پیش سر یک وجه پرچه زمین ما گفتیم که 3% پرچه زمین فروختن، اما امروز دعوای رسانه‌های چینی میگه کل تاجیکستان قبلا در عرصه تاریخ مال چین بود. دعوا چی کرده میتونه؟ 43% قریب 50% قرض تاجیکستان مال چین است. قریب 4 میلیارد کشور قرضدار است. دامادار راهاش باز کردن، گفتن برین قرض بگیرین، راه میسازین، زواد میسازین، میدزدین، غارت میکنین، مرحمت خطای درش باز است، برین چانس میگیرین بگیرین. دنیای به دروازه یوانی محشر را پیشنهاد کردن برای این دامادای کلاکدو دادن، فرزندش از یک سو گرفت، آریان بانگش از یک سو گرفت، حسن بانگش از یک طرف دیگه گرفت، تخمینه بانگ از یک طرف دیگه، هر کسی که میتونست گرفت برای خودش. اوش گفت من راه میسازم، اوش گفت نه من آلومینی زواد میسازم، او دیگرش گفت که من کانی طلا میسازم، دیگرش گفت من راه فلان، هر کاری که خواستن کردن. یکیش گفت که من پارلمان میسازم، دیگرش گفت که ما شهردار دوشنبه برای رستم رحمانوف نو میکنیم، 250 میلیون قرض میگیریم. از او فکر نکردن که روزی میشه که مادر او 4000 تا نشان میتن. او بچه او کشور از میبیا میگه جا بیا تو چی، من بطرف فرزندی اوگایتم، من بطرف فرزندی پدرتم، پولی مرا برمیگردونی، چی کار میکنی شما؟ پولا را بر وقت یک قسم در نارکوتیکا صرف کردین، یک قسم در کازینوخانه ها رفتین، در امریکا و در مسکو میلیونای ملت خار و ذلیل کردین، یک قسم در بانک های شویتزاریا بردین خواب کردین، یک قسم در بریتانیا بردین جابجا کردین، یک قسم در امریکا خانه های بلند نشونه گرفتگین، یک شهرک برام ختم کردگین. اوزو بخبر بودین که هر روز میشه که فرزندی اوگایتون درتون میگه میگه خب بیا کو وقتی برگردوندن قرضای 10 سال 15 سال پیش است، چیکار میکنین؟ هیچی. خیا فکر میکنیم. یک شب فیروزش میگن دو تا استکان مای امین زد، خب اینم بدخشون نبره بخیر. مردم چی نمیگه؟ برای چی؟ او خیر پیروزی دیپلماتی است. آخر بدخشان نگرفت کو. او خیر زمینی بحثی بود کو. او خیر که اونجا یه چی نه تراکتور میرفت نه کارخانه میرفت. او خیر این بچه امروز اومد رسانه‌های چینی دو سه رسانه همش در این موضوع چقدر داخل شدن، میگن این سرزمین قبلا تاریخاً مال ما بود. هیچ که دعوا کردن میتونه. با او سیاستمدارای فروخته شده زنمانند تا گجا میروند. او کدامی او برو در مقابل چین حکمرانی کنه و مبارزه بره میتونن؟ خودی رحمانوف آیا میتونه؟ متهم 4 میلیارد دلار قرضدار میتونه؟ این ملت میتونه که نسلی نو تولد میشه که 400 دلار قرضدار میتونه در مقابل کشوری همسایه مبارزه بره؟ نمیتونه. با همین چلیکاشون اگر در بالای مردم اونها چند میلیارد میلیارد اهالی میزنه، حتی همون دستاشون که تاجیکستان هم میپوشونن. ما کو دعوا نمیکنیم که با خدمات در همون چلیکاشون هم بونن تاجیکستان پر میشه. این دعوا رو ما میکردیم. نشانه وطن دوستی ای بود که روزی میشه شما از این خاک دفاع میکردین. کمیته امنیت زیادتر خطاب بالای شما است. شما مرزهای کشور را دفاع میکنین. مرز عمومی وطن در زیر حمایت شما است. شما چی کار کردین؟ این دردی هست که دوستا باید متوجه شوین. یک بار درو این رسانه ها را خبر بگیرین که بحث سری چقدر پارچه زمین است. دعوای ما سری چی بود که خب تمام کشورها خطای کشوری بزرگ است، همه قریب پارچه زمینش هم احتیاط. بیا که ما یک بار ببینیم که کدام کشورها چقدر میدادن. در جمع از ذکر شده است. خب نیا کنیم. بنابر نوشته نشریه وزگلیت از میان کشورهای پسا شوروی تاجیکستان بچیر بیشتر پارچه زمین خودش داده است. قزاقستان 407 کیلومتر مربع، قرقیزستان 161 کیلومتر مربع به چین داده است، ولی تاجیکستان 1100 کیلومتر مربع داده است. فرقیت هم ببینید قزاقستان چقدر، قرقیزستان چقدر زمینی بزرگ داره،
قزاقستان چقدر زمین بزرگ داره؟ چند قشه داده است؟ تاجیکستان کوچکه که 93% او کوه هست. از همون باز یا گرفتن 1100 کیلومتر مربع رو در اختیار پکین گذاشتن. این یک چیزایی که سالهای پیش بود و زمانی که امروخان ظریفی گفت ما دیپلماتی پیروزی دیپلماتی داریم. بحث ببینید امروز این شب و روز رسانه‌های داخلی چین بحث اون سر دیگر است. یکی تاجیکستان قبلا از زمان تاریخ در داخل کشور ما بود. باز هم قضاوت کنین، باز هم خوب فکر بکنین مردم. ما میگیم، حرف میزنیم، پیشنهاد میکنیم، صحبت میکنیم، میریم. اگر دعوایش این حکومتدارای ما سری است که پیروزی دیپلماتی بود، او میمردیم برین خطی بخارا و سمرقند پیروزی دیپلماتی میکردیم. میمردیم میرفتین در مرز واروق پیروزی دیپلماتی میکردیم. زورتون نمیرسه. زورتون که نرسید بعد همون روچکا و قلم تا نمیگین پیروزی دیپلماتی، پیروزی دیپلماتی، پیروزی دیپلماسی میگین. وای به سر این دولتداری و وای به سر این ملت که آیندهش به کجا میره. تاثیر ایرا دوستان خوب نمیدونین حالا هم. خب نقطه به همین نقطه ربط دارد، به همین نقطه ربط دارد. من هم مقاله را بگذارم. ما قبلا میگفتیم که دوستان عزیز الکه اجنبی ها اومدن در داخل وطن ما جا گرفتن. خب یک قسم پارچه های زمین خریدن، یک قسم خاک وطن گرفتن، یک قسم تجاوز به ناموس این مردم کردن. همگی گوشاتون جخیدگی، همگی در فکر دزدی و غارت بدین. یک گروه بیچاره مهاجر از پای زندگی مهاجرت هیچ فکری نداشت. امروز در 10 ساعت پیش در رسانه آزیا پلوس یک مقاله چاپ شد با زبان روسی که مضمون و منطقی مقاله چونی است که یک خیتویی 68 ساله در سمت وحدت زندگی و کار فعالیت میکرده است از سال 2008 تا این جانب. خب یک دوست دختر داشته است 23 ساله تاجیک، مرد 68 ساله با یک دختر تاجیکی 23 ساله. خوب تصور کنید، خوب فکر کنید. مرد 68 ساله چون پیسه داره، مبلغ داره، پول داره، خب تجارت داره، یک دولتی بزرگ چین در پشتش است. اگر همی در پشت هم خاره خره میبیان از همون اول تا آخرش میگیرن، باور کن همون در قبچه بار میکنن همشه. هیچ کس هیچ کارشون کردن نمیتونن. نفوذ دارن. متهم، یک کشوری متهم، یک کشوری که میلیاردها قرض دار. تصور کن، یک بار همین تصور کنید. از همین قوه برق وقتی ما قرضدار میشیم، عادی ترین چیز 200 سوم تا 500 سوم وقتی قرضدار میشیم، یک ناظری برق میبیاد چقدر با ما فشار میاره. حتی کار با جای میرسه که از استالبا بلند میشن، قوه همون کابل میبرن، نخیل میبرن، برای ما قوه برق نمیتونن. که در حالی که ما شهروند داخلی وطنیم، برای 500 600 ما را اینقدر ظلم میکنن. تصور کن یک کشوری ابرقدرت که میلیاردها قرض میتیه، او چگونه رفتار میکنه با این مردم. خدا میدونه که در مرز بدخشان و در خیتای چی مشکلات های سیاسی در اونجا میروه، هیچ کس اصلا آگاه نیست. مردم بدخشان خیلی کم با پیغام را به دیگر جا میرسونن. این دیگه خدا میدونه. و آن مردم خیتایی که اومدگان زواد و فابریکه دارن در داخل تاجیکستان و تاجیکا و زنهای تاجیک میروند در اونجا کار میکنن، در کدام فضا اصلا اینا خدا میدونه. اینا ما و شما هیچ تصور کردن نمیتونیم. اگر باشه یک گروه، یک جوانایی که من خواهش میکنم در رفت برنامه برای ما تماس بگیرین، شاید روزی بود که در شرکت های خیتایی کار کردین در داخل تاجیکستان یا که در روسیه امروز هستن کار کردین، فضای اونها را، یعنی که معامله اونها با مردم ما چگونه است، یک بار یک روشنی بندازید. سالهای پیش وقتی در فیض آباد راه میساختن، معلوم خبرهایی بود که چقدر زنها را تجاوز کرده بودن، حتی از خانه‌هاشون میدونن زنها را میگرفتن میبردن. این هیچ که نمیگه، این درد این مقامداران بناموس ما نمیگه. برای فرقی نداره زن مادر خواهر تجاوز میشه، چون اون ناموس ندارن. ناموس اونا همون جیبشونه، ناموس اونا اون همون دزدی و غارت کردن و فروختن است. در همون کرسی‌هاشون نشستن، دیگه ناموس ندارن. ایو امروز همون زنی 23 ساله 22 ساله در اجازه ذکر کرده با خاطر 200 سوم 300 سوم خب میرفته است هر گوهه با همون مرد خب تجاوز میکرده است، یک پیسه میگرفته است میومده است. یک دفعه وقتی میره خب مریض بوده است.
خب دیگر مجبورش میکنه که خب دیگر در بین اونها جنگ با وجود میاد. همون زن با یک آهنی از بچه دست میزنه، همون خیتای جو بجا میمره. علاقه دیلا در سود که چرا تو خیتایی را کشتی. یک نظامی روس چند سال پیش، 3-4 سال پیش، 201 دیویزیا، یک زنی تاجیکا در داخل تاجیکستان تجاوز کرد، برد در موسر پرتاف، پرونده جنایتی باز نشد، خاموش شد رفت. قدر بحث سری قیمت یک شهروند می رود. همه در نزد قانون و سود برابر. شهروند خیتایی اجنبی امروز حقوقش، قدرش، قیمتش از مای تاجیک و تاجیکستانی بالاتر است. برای چی؟ برای که ما حکومت ما یک حکومت متهم، یک حکومت فسادکار، یک حکومتی که زیر قرض غوطیدگی است، دهنش باز کردن نمیتونه. در مقابل یک تورنچکی خیتایی دهنش باز کردن نمیتونه. مطمئن باشین. ولی آنها در یک روز پرونده جنایتی علیه کار در سود است. در روسیه چندین ماه ما را تجاوز کردن، کشتن. تا امروز پرونده جنایتی لااقل رحم داشتین. چندین سفرها رحمان به روسیه آمد رفت، رستم آمد رفت. مسئله قضیه هویدا تا امروز خواب است. یک نفر هم دیوانه برآورن، هم جندی برآورن، هم مریض برآورن، هم صدها پروبلم بلاج برکن. یک نفری که مینوش است، یک نفری که اصلا الکل است، تا امروز قضیه او خوابیده است. حکومت تا امروز از یک دیوانه دفاع داره. ما مردم از مردم سالم از خاک وطنمون دفاع کردن نمیتونیم. برای چی؟ گویم از آن که دو سه به طرف به شرف بسرم سنگ ببارن که من دم نزنم. برای آن که نمید به شرف و به طرفا هر روز بالای ما و شما سنگ میزنن، هر روز ما و شما را میفروشن، هر روز بالای ما و شما تجاوز به خاک وطن، به مالکیت وطن میکنن. ما و شما مهاجر خب کنین خاموشیم. از پدرها و مادرامون سر کرده تا خود مونا علکه همون مریضی دما یار شدگی است. هر کسی که گفت کارت چی به دولت دارید، چه کاری من چی؟ پارچه زمینه که فردا فرزند من باید اوجا قدم بگذاره، باید زندگی کنه. امروز فروخته است یا نه؟ امروز دعوای کشور ببین در کدام صد رسیدگی است. چه عیبی ما چی؟ چه کاری ما چی؟ و شما هم نیز حق ای را دارین که دفاع کنید. دوستان عزیز، هموطنان، برادرانی که من را میبینید، ما را درست بفهمین. ما به خاطر کدام یک رکلام، کدام یک شخصیت بدن عزت و آبرو را در دست پروردگار به او خاطر نبر اومدیم. جیگرها پره میشوه. امروز تصور کن دختر 23 ساله در آغوش اجنبی 68 ساله. خیلی گپ است، خیلی گپ است. اگر یک مردم دیگر میشد پره میکرد. چند روز پیش یک دختری 12 ساله را در حصار تجاوز کرده بودند. دیلای جنایتیش بسته شد. تمام سعودی عالی دیلاش بسته کرد. پرکتور گنالی کو هیچ گپی نیست، بستهش کردن، خلاص شد رفت. مامورا دادینه فکر میبینن امروز در زندان است، امروز بازداشت شدگی است. همون نفر میخواست که از او دفاع کنه، همون نفر میخواست از او دفاع کنه، اما امروز اون نفر در زندان است. پروندهش تمام شد رفت. اما اجنبی را علاقه پروندهش تمام دادستان ها امروز در روی میسیان دلای اونها است که پرونده بجویان که قسم 1، قسم 2، قسم 5، قسم 10، قسم 15 کدام قدیمایی را 20 سال سود بکنیم. برای که خواجای ما را نسلش تجاوز کردن، نسلش کشتن. اینایی است مشکلات ها دوستای عزیز. اینایی است بحثی که من میخوام برای شما برسونم. اینا مرحمت کن یک بار بگذارین به نفس، اگر که سخت هم باشه. نه فرزند خیتایی خواهری بگیرین سلامت باشه. میفهمین؟ کم بغلی، نبودن پول، نبودن تجارتی خوب، نبودن جایهای کاری ما را آور به اینمی روزی پس رسونید. این نکته بود که من برای شما ذکر کردم. باقی دیگر قضاوت در کلی مردم است. مردم خودتون میدونین، فکر کنین، قیاس بکنین که من تا کدام اندازه دردی مردم میگم، از تا کدام اندازه حقیقت ها را میگم.